دوستای عزیز، محمد مبین عمری هستم با یک ویدیو آموزشی دیگر در خدمت شما. خب امروز میخوایم سایت کوین پات براتون به معرفی بگیرم که چطور ما میتونیم با کیف پول کوین پات کار کنیم، وارد برداشت و اکسچنج بزنیم. خب ما میخواستم میره برای یک ویدیو براتون آموزش بدم، اما چون بعض بخش های دیگه هم بودن که توسط کوین پات ما میتونستیم چه رقمی درآمدزایی کنیم، با مخاطر خواستم 3 پارت جداگانه بسازم. این ویدیو که از پارت اولش هست، میخوایم دی فقط آموزش ثبت نام در سایت کوین پات، اکسچنج، برداشت و واریز براتون آموزش بدم و آموزش های بعدی بخیر 5 سایت را براتون به معرفی میگیرم که با صورت رایگان میتونیم توسطش کسب درآمد داشته باشیم و انتقال بدیمش به سایت کوین پات. و یک تکنیک دیگر هم میخوایم براتون آموزش بدم که میتونیم به صورت رایگان 2000-3000 توکن فقط در ظرف 10 دقیقه الا 20 دقیقه به دست بیاریم. خب من لینک سایت کوین پات براتون در دسکریپشن ویدیو قرار میدم، میتونین وارد سایت شوید. این صفحه سایت است. از این بخش ما میتونیم رجیستر کنیم و از این بخش میتونیم ما ساین این کنیم. خب روی رجیستر کلیک میکنیم. خب تو یک صفحه برای ما باز میشه. در بخش اول دیجا میتونین ایمیل خود وارد بسازین یا جیمیل خود، پسورد خود و تکرار پسورد. اینجا روی I'm not robot کلیک بکنین، پروسه رو تایید کنین، روی تکمار هم سلکت کنین. چون من چند لحظه پیش تکمیل کردم این پروسه را، برای ما یک ایمیل در جیمیل تان، اکانت جیمیل تان یک ایمیل می آید که ای برای ما آمد. وقت ای از طرف سایت کوین پات براتون یک ایمیل آمد، روی ای کلیک کنین، براتون به صورت اتومات کوین پات واز میشه. چون ما از قبلا وارد سایت کوین پات شدیم، روی ساین این میزنم. اینجا از ما میبینیم به صورت اتومات جیمیل ما آمد، پسورد. این بخش کار نداریم امروز، فقط روی I'm not robot کلیک میکنیم. از ما خواسته چراغ های ترافیکی را مشخص بسازیم. تمام و ساین این. برای ما میگه ایمیل دوباره به شما ما ارسال کردیم. قسمه که میبینین اینجا برای ما یک ایمیل آمده. خب پروسه رجیستر هم آمد است. وقت من روی لینک کلیک کنم، مستقیم وارد سایت کوین پات برام میشه. خب شما وقت رجیستر کنین، اما تو برای شما یک ایمیل میایه، مستقیم وارد سایت کوین پات میسازیدان. خب این داشبورد ما است. این توکن بیت کوین کش، داج کوین، لایت کوین و داش ارزهای دیجیتالی را پشتیبانی میکنه و اینجا برای شما تاریخچه را نشان میده که شما وارد و برداشت و اکسچنج و بخش مختلف از میتونید تاریخچه تان رو مشاهده کنین. خب این ستاره یک بخش از سایت کوین پات، یک بخش از کارها و میشن ها و لیول ها رو بر شما تعیین کرده که با او پیش بردن و لیول ها و میشن ها شما میتونید از ستاره دریافت کنین و هرچقدر ستاره تان زیاد باش، نفر اول، دوم، سوم شوین در رده بندی، بر شما هر چند وقت بعد یک مقدار جایزه را براتون میدم. اینجا لاتری، تکت لاتری رایگانم است که من از این دانیت ندارم و امتیازات که من لیول ها را پیش برم، برای من یک مقدار تکت لاتری رایگانم میده. خب از این بخش همراه نیوز کار نداریم. لاتری رو اگر خواستین استفاده کنین، لاتری رایگان داشتین میتونین از این لاتری تان برین بخرین و اگر نداشتین از بخش توکنتان
توکن تا کم بشه و با هر توکن میتونید یک لاتیری بگیرین که خوب فکر نکنم چیز خوب باشه. من امروز کار ندارم، من بخاطر به معرفی رو نمیگیرم. داخلش بخش آسان است و این بخش ما میتونیم چند هزار توکن رایگان بگیریم که با پارت سیوم بخیر براتون با آموزش میگیرم. و این بخش ستاره ها و لیول است که بر شما داده، مستقیم که وارد شوین بر شما لیول ها نشان داده میشه. خب دیگه امروز دیگه بخش ها کار نداریم. خب چطور ما میتونیم ببخشین لینک بگیریم؟ خب روی کلیک میکنیم، اینجا روی دیپوزیت میزنیم، میخوایم یک لینک بگیریم به یک شخص ارسال کنیم و برای ما لایت کوین ارسال کنه. خب وقت روی لینک زدیم تا یک صفحه برای ما باز میشه. شما وقت روی کپی بزنید لینک برای شما کپی میشه، میتونید به هر شخصی که خواستین ارسال کنین و برای شما در بدلش لایت کوینی که خواستین ارسال کنه. خب دوباره روی داشبورد میزنیم، یک کم سریعتر تشریح کنیم که وقت ویدیو زیاد نشه. همیالش 8 دقیقه شده. خب از بخش دوم مازی روی ویدرا میتونیم کلیک کنیم و پول خود برداشت بزنیم. و یک نکته رو براتون بگویم، برداشت سایت کوین پاد براتون میده، اما با کدام سایت ها براتون برداشت میده؟ فقط به اون سایت هایی که معتبر باشه میتونید شما براش برداشت بزنید، لینک سایت معتبر باشه. خب این بخش امروز کار نداری، فقط گفته وقت پول خود انتقال میدین در این سایت ها قدر فی میگیره. روی فست پی میبینین که نو فی، ایت فی نمیگیره از فست پی. خب این رو تو میمونیم، این بخش امروز کار نداریم، اما تو میمونیم و برای شما یک سری جزئیات گفته که سایت باید انتقال میدین معتبر باشه و گفته پولتان یا مقدار که میخواین انتقالش بدین لایت کوین تان در مدت 48 ساعت انتقال یافت میکنه. خب من یک بار برداشت زدم، از مدت 40 ساعت انتقال یافت. خب اینجا از شما لینک آدرس را خواسته که پول خود دایش انتقال میدین. اینجا مقدار بیت کوین تان و اینجا هم رمز پاسورد خود I'm not robot و تمام. روی ویدرا که زدین براتون انتقال یافت میکنه. خب دوباره روی داشبورد خود میزنیم، بخش اکسچنج هم که بخش مهم است. در بخش های بعدی پارت دوم برای ما خیلی مفید است، یک بار براتون با آموزش میگیرم که چطور ما میتونیم ارزهای دیجیتالی که در سایت کوین پاد داریم اکسچنج بزنیم. خب دوباره اینجا کلیک میکنیم، روی سوم میزنیم. وقت روی سوم میزنیم منتظر میشنیم سایت رفرش شوه. یک صفحه برای ما باز میشه. برای ما اینجا گفته که شما میخواین همین لایت کوین ببخشید بیت کوین خود در کدام ارز دیجیتالی تبدیل کنین یا تغییر بزنین. من مثلا انتخاب میکنم داج کوین، باز برای ما میگم مقدار لایت کوین خود نشته کن. من مثلا نشته میکنم و برای ما در اینجا میگه که این مقدار بیت کوینی که تو میخوای تبدیل کنی در این طرفش برای ما میگه این مقدار داج کوین میشه، با این مقدار داج کوین میشه. باز اگه شما خواستین که قبول کنین پسورد خودش به صورت اتومات نشته میشه، باز یک بار میتونین چک کنین و روی کانورت کلیک کنین و تمام اکسچنج میشه. خب دیگه ای بود سایت کوین پاد که براتون با معرفی گرفتم، دیگه چیز خاص نداره، فقط همقدر. لطفا پارت دوم و سوم ببینین که براتون با معرفی میگیرم چطور میتونیم درآمدزایی داشته باشیم از 5 سایت رایگان: بیت کوین کش، داج کوین، لایت کوین و داش، چطور بتونیم به صورت رایگان به دست بیاریم. خب قسم گفتم اینجا استوریز و از میتونین استوری ببینین و دیگه چیز
خاص نداره، فقط همقدر. و هر وقت میخواستین از سایت بیرون برین روی جیمیل خود بزنین و اینجا میتونین ساین اوت بزنین و از سایت خود بیرون برین و دلیت اکاونتم که خب امروز کار نداریم، فقط ساین اوت بزنین و از خارج شوین. خب دیگه چیز خاص ندارم، حتما پارت دوم و سوم ببینین و کسب درآمد از طریق سایت بیت کوین پاد یاد بگیرین. اگه ویدیو جالب بود، خوشتون آمد، چیزو برداشت کردین، سابسکرایب یادتان نره، لایک، کامنت و عضو چینل تلگرام ما شوین و از تازه ترین جزئیات ویدیو آموزشی مفید برخوردار شوین. الله نگهدارتان، شب و روز خوش.